درود بر شما. من سارا هستم و شما بیننده و شنونده پادکست روژیار هستید. توی این کانال قصد دارم کتابایی که خوندنشون برای خودم لذت بخش بوده رو برای شما هم بخونم. در حال حاضر در حال خوندن کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست از آقای هاکان منگوچ هستیم و تا اینجای داستان به این بخش رسیدیم که دنیز و هاکان بعد از اینکه از عمو مراد خداحافظی میکنن جایی کنار ساحل، توی ساحل کنار دریا چادر میزنن و اونجا هاکان دنیز رو با کودک درونش آشنا میکنه و سعی میکنه دنیز رو با خودش بیشتر دوست کنه که خودش رو بیشتر دوست داشته باشه. و امروز هم 5 آذر ماه 1403 هستش، یک روز بارانی، و بریم که ببینیم در بخش 14 چه خواهد شد. بخش 14. هر طایفت به جانب خیش کشند، زاغت سوی ویرانه و طوطی سوی قند. این شعر از مولاناست در ابتدای بخش 14. این بیت یه کمی الان برامون مفهومش گنگه، چون که خب یه قبل و بعدی داشته و اینجا نیومده اون. امیدوارم من درست خونده باشمش. خیلی گشتم ببینم چه جور، اگه معنی خاصی داره، ولی با شعر با بیت قبلیش معنی میشه. حالا متوجه خواهیم شد. روی کوه نوشته ای بود: بایست مسافر، خاکی که ندانسته رویش پا گذاشته ای جای سرنگونی یک کشور است. هر بار که میخوانمش موهای بدنم راست میشود. اکنون که دوباره این نوشته را دیدم باز هیجان زده شده بودم. از کودکیم هم در مورد گالیپ اغلی خیلی کنجکاو بودم. خیلی دوست داشتم داستانهایی را که اینجا اتفاق افتاده است بخوانم. چندین بار خواندم. در جنگ چاناککاله، زمانی که در جبهه عثمانی 250,000 نفر شهید شده بودند، در جبهه مقابل 252,000 نفر جان خود را از دست داده بودند. در مقابل کودکان 15 ساله‌ای که برای محافظت از وطنشان به جبهه جنگ رفته بودند، سربازان جوانی به میدان آمده بودند که اصلاً متوجه ماهیت جنگ نبودند. یکی در آنجا بود تا از کشورش محافظت کند و دیگری به اجبار وارد جنگی شده بود که علتش را هم نمی‌دانست. وقتی فکرم مشغول بود و عمیقاً به اطراف نگاه می کردم، متوجه شدم که دنیز دارد با گوشیش از گوشه و اطراف عکس می گیرد. یک لحظه چشم در چشم هم شدیم. اگرچه حساسیتم روی گوشی کمتر شده بود، اما از نگاه هم متوجه شد که با دیدن گوشی ناآرام شدم. با خجالت گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، ولی تو هم به من حق بده. در این دوره و زمانه عادت‌هایمان خیلی در ما تنیده شده‌اند. میدانی که نهایت تلاشم را میکنم، مگر من بیش از فرجه روزانه‌ام از گوشی استفاده کردم؟ بدون اینکه برای من جای حرفی بگذارد، خودش مسئله را مطرح و حل و فصل کرد. لزومی ندیدم روی این موضوع بایستم. علاوه بر این، همین که از نگاه‌هایم متوجه منظورم میشد نشان میداد که خیلی در شناخت هم پیش رفته‌ایم. از او پرسیدم: آیا داستان سید اونباشی را میدانی؟ گفت: نه. سرباز ترک در زمان جنگ جهانی اول بود که در جبهه چاناککاله می جنگید. مهمات تمام شده بود. ناامیدی داشت خودش را بین افراد نشان میداد. او توانست کاری را به تنهایی انجام دهد تا دوستانش را نجات دهد. بدین صورت از کشورش محافظت کرد. کاری که هیچ انسانی قادر به انجام دادنش نبود انجام داد. باروت 276 کیلوگرمی را تنهایی حمل کرد و در توپ گذاشت. با آن توپ یک کشتی دشمن را منهدم کردند. بدین صورت تقدیر جنگ تغییر کرد. داستان این سید بزرگ را هر بار که مرور کنم من را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد. انسان وقتی باور داشته باشد میتواند مرزها را هم بشکند، میتواند غیر ممکنها را ممکن کند.
آن سالها چیزی از حمل باروت و تغییر جریان جنگ به خاطر کار او به کسی نگفتند. پس از 11 سال آتاتورک از فرماندار آن منطقه پرسیده بود اینجا باید فردی به نام سید اونباشی بوده باشد. سپس دستور داد که او را پیدا کنند و گفت من باید او را ببینم. فرماندار آن منطقه در تعجب ماند. اون نمیدانست سید اونباشی در کدام روستا زندگی می کند و مطمئن نبود که او را می شناسد یا نه. روز بعد ژاندارم ها شروع به جستجو می کنند و در نهایت خانه او را پیدا می کنند. سید اونباشی به کوه رفته بود تا زغال بخرد. وقتی شب به خانه‌اش برمیگشت از دور دید که ژاندارم ها جلوی در خانه‌اش هستند. اما ناخواسته با دیدن آنها می ترسد چون فکر می کند به خاطر قاچاق زغال می خواهند او را جریمه کنند. به همین خاطر تصمیم به فرار می گیرد که ژاندارم ها فریاد می زنند کاری با تو نداریم، فرار نکن. سید اونباشی می پرسد جرمم چیست؟ چرا جلوی خانه‌ام منتظر من هستید؟ ژاندارم در جواب می گوید عالی جناب می خواهد تو را ببیند. سید اونباشی جواب می دهد خب پس زودتر برویم. اما یک لحظه به این فکر کرد که چطوری با این وضعیت باید به آنکارا برود. یک لحظه نگاه کرد دید حتی شلوارش پاره است. سر و وضعش به هم ریخته است. حتی پول خرید بلیت قطاری که بتواند با آن به آنکارا برای دیدن شاه برود را هم ندارد. بعد ژاندارم میگوید که عالی جناب در هاوران منتظر توست. سید اونباشی از شنیدن این مسئله خوشحال می شود. در نهایت او را پیش فرماندار می برند. فرماندار وقتی به سید نگاه می کند می بیند که سر و وضعش اصلاً مناسب نیست. شب هنگام یک سلمانی پیدا می کند تا به ریش‌های سفید و موهایش رسیدگی کند. فرماندار کت خودش را به او می دهد اما آستین‌های کت برای سید کوتاه می شود و دکمه‌هایش هم بسته نمی شود. با این وضعیت سید را پیش آتاتورک می برند. سید می گوید خوش آمدید سرورم. آتاتورک در جواب می گوید در اصل تو خوش آمدی. 2 روز بود منتظر تو بودم. کجا بودی؟ سید می گوید در کوه بودم سرورم، پیش بزهایم بودم. آتاتورک میگوید مشغول به چه کاری هستی؟ سید میگوید چوپانی میکنم سرورم. آتاتورک که میخواهد زحمات سید را جبران کند از او میپرسد چه خواسته ای داری؟ تو جریان جنگ را تغییر دادی. این ملت به تو بدهکار است. بگو چه میخواهی؟ آن موقع هم از تو پرسیدیم گفتی کمی غذا، اما 2 روز بعد آن را هم نخواستی، پس دادی و نخوردی. نظرت چیست به تو حقوق بدهیم؟ سید میگوید نه نیازی نیست. ما آن روز به وظیفه‌مان عمل کردیم. به خاطر گرفتن حقوق انجامش ندادیم سرورم. سید اونباشی همیشه خود را با این مناعت طبع، ادب، قدرت، باور و انسانیتش الگو قرار داده است. وقتی این داستان را تعریف کردم دنیز هم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود. باز هم حق با استاد بود. گفته بود هر انسانی برای هدفی خاص به این دنیا می آید. سید اونباشی هم خود را وقف هدفش کرده بود. نه به بهای زندگی کردن که به بهای به خطر انداختن جانش. گفتم انسان وقتی چیزی را باور کند و خود را وقف آن هدفی که باورش دارد کند چه کارها که نمیتواند انجام دهد، مگر نه؟ دنیز گفت واقعا از هر لحاظ انسان خوبی بوده. مگر با پول میشد او را خرید؟ در کدام مدرسه میتوانی چنین چیزی یاد بگیری؟ گفتم باور انگیزه‌ای بسیار قدرتمند است. هیچ یک از ما فقط این جسم مادی نیستیم. مشخصاً هدفهایی داریم. مثل یک معما گاهی اهدافمان با ما برخورد می کند و ما بدون اینکه بدانیم به سمت آن قدم برمی‌داریم. باید بتوانیم زندگی را بخوانیم. دنیز گفت حق با توست. یک مستند دیده بودم. زنی برای اینکه کودکی را که زیر ماشین مانده بود نجات دهد ماشین 1 تنی را بلند کرده بود. همانطور که گفتیم ما فقط این جسم مادی نیستیم. اندازه هیچ کس فقط توان جسمیش نیست.
ظرفیتمان خیلی بیش از این هاست، اما اینکه چرا به ظهور نمی رسد و چه مانعش می شود را نمی دانم. به نظرت چرا همیشه ضعیف و ناقص هستیم؟ گفتم اطرافیان، باور و قدرت تخیلمان. دنیز گفت یعنی چطور؟ هاکان گفت انسان محصول اطرافیان خودش است. اطرافیانت هرچه را باور کنند تو هم بعد از مدتی بی آنکه متوجه باشی مثل آنها فکر میکنی. هرچه باور کنند را باور میکنی. ما باورهایی داریم که برای ما تبدیل به مانع میشوند. ما زنجیرها و حصارهایی داریم که اصلا متوجه آنها نیستیم. دیوارهای نامرئی در اطراف ما که به ما شکل میدهند. داستان راجر بنیستر را شنیدی؟ راجر بنیستر قهرمان 2 و پزشک بریتانیایی است. وی نخستین شخصی است که 1 مایل را زیر 4 دقیقه دوید. وقتی متوجه شدم که دنیز به ادامه صحبتم با هیجان گوش می‌دهد ادامه دادم. تا پیش از آن هیچ ورزشکاری 1 مایل را زیر 4 دقیقه ندویده بود. طبق مطالعات پزشکی آن دوره بدن انسان توان دویدن 1 مایل را کمتر از 4 دقیقه نداشت. اما راجر بنیستر این ادعا را نپذیرفت. فکر میکرد که غیر ممکن نیست. چون کاری تا زمانی غیر ممکن است که کسی نتواند آن را انجام دهد. روزی میرسد که راجر بنیستر در 2 ملی سال 1954 1 مایل را زیر 4 دقیقه به پایان میرساند. قسمت جالب کار این است که بعد از اینکه بنیستر توانست زیر 4 دقیقه بدود، طی 1 سال 70 ورزشکار دیگر توانستند زیر 4 دقیقه دور را به پایان برسانند. سال بعد این تعداد به 150 رسید. چیزی که 2 سال پیش از آن علوم پزشکی غیر ممکن بودنش را اذعان می کرد به مرزی که به راحتی قابل عبور بود تبدیل شد. خب چه شد که یک رکورد که سالها قبل قابل شکستن نبود تبدیل به رکوردی شد که از آن به راحتی می شد عبور کرد؟ در اصل چیزی که شکست رکورد نبود، پیش داوری ها بود. وقتی پیش داوری ها بشکنند ممکن ها به ظهور می رسند. سعی کردم برای دنیز شرح دهم که پیش داوری های اطرافیان چقدر می توانند محدود کننده و مقاوم باشند. گفتم برای همین باید دقت کنیم که اطرافمان با چه کسانی پر شده. بی خودی نیست که بزرگانمان گفتند به من بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی. مولانا هم میگوید هر طایفه‌ای به جانب خیش کشند، زاغت سوی ویرانه و طوطی سوی قند. ما متوجه قدرت و ظرفیتمان نیستیم. نمیدانیم که قادر به انجام دادن چه کارهایی هستیم. دنیز گفت حرفایت را قبول دارم. ببین مثلا حدود 24 ساعت هست که چیزی نخوردیم اما من احساس خوبی دارم. روزانه 3 وعده غذا میخورم. حتما چای یا قهوه را با میان وعده میخورم. اگر این کار را نکنم دستانم شروع به لرزیدن میکنند. توانم کم میشود و زود عصبانی میشوم. اما الان دارم کاری غیر ممکن را انجام میدهم و مشخصا تلفن همراهم. قبلا هم ممکن بود چند روز غیبم بزند اما تا حالا دیده نشده است اینقدر از تلفنم دور بمانم. اما یاد گرفتم که لمس کردن زندگی قشنگتر از لمس تلفن همراه است. راستش به خودم افتخار میکنم. دنیزی که نمیتوانست چند ساعت گرسنه بماند با اینکه 24 ساعت از لقمه‌ای به دهانش نگذاشته هنوز قدرتمند و نیرومند است. شاید هم گرسنگیش منشأ فیزیکی نداشت و احساساتش گرسنه بودند. وقتی احساساتش سیر می شود بدنش هم دیگر او را آزار نمی دهد. سالها قبل من هم اگر چند ساعت گرسنه می ماندم عصبانی می شدم و بدنم بی‌طاقت شده و انرژیم تمام می شد. فکر می کردم بیمار شدم. برای همین به دکتر مراجعه کرده بودم اما آزمایش ها چیزی نشان نمی داد. مسئله به کلی در چیزهایی بود که یاد گرفته بودم.
اگر گرسنه بمانی میمیری. هرگز وعده‌های غذاییت رو فراموش نکن. با فراموش کردنشان مغزت درست کار نمی‌کند. اینها اون چیزایی بودن که یاد گرفته بود و هاکان داره تو ذهنش با خودش میگه. همه اینها از کودکی در ذهنم کدگذاری شده بود. سپس تحقیق مفصلی در این باره کردم. متوجه شدم که گاهی پدرانمان 1 هفته غذایی برای خوردن پیدا نمی کردند و گرسنگی می کشیدند، اما نهایتاً زنده می ماندند. از لحاظ علمی هم انسان فقط با خوردن آب می تواند 60 روز زنده بماند. البته توصیه به انجام دادنش نیست، اما لازم است که بدانیم بدنی داریم که با 1 روز گرسنگی کشیدن بیتاب و ضعیف نمی شود. اگرچه خوب بود می توانستم باغی پیدا کنم و میوه های جمع کنم. نگرانم که حال دنیز بد شود. به او گفتم به چادرش برود و یادآوری کردم که برای بهتر شدن پایش استراحت کند. گفتم می خواهم کمی پیاده روی کنم. سریع حرفم را قطع کرد و گفت نمی شود، من را تنها نگذار. به او گفتم تا 10 دقیقه دیگر برمیگردم. این را که شنید چون فکر کرد شاید می خواهم به دنبال دستشویی در منطقه کمپ بروم اصرار نکرد. به پایان بخش 14 رسیدیم. امیدوارم از دیدن و شنیدنش لذت برده باشید. مثل همیشه در پناه نور باشید و تا دیداری دیگر بدرود.